سلام. قصد داریم توزیع نرمال در آمار و احتمال مهندسی و کاربردهایی که داره رو بررسی کنیم. ما اطلاعاتی در مورد مقاومت خمشی 1000 نمونه از یک نوع تیر فلزی بر حسب مگاپاسکال رو جمع آوری کردیم که مقدارشون بین 20.3 تا 41.6 به دست اومده. میانگین مقاومت خمشی این تیرها 30.1 شده و انحراف معیارشون 2.9 به دست اومده. جدول فراوانی این داده ها که به صورت بازه های دو واحدی تقسیم بندی شده نشون میده که مقاومت خمشی بیشتر تیرها در اطراف میانگین متمرکز شده و هر چقدر مقدار مقاومت از میانگین دورتر میشه، تعداد تیرهایی که مقاومتشون به اون مقدار هست کاهش پیدا میکنه و تیرهای خیلی کمی وجود دارن که مقاومتشون خیلی بیشتر یا خیلی کمتر از مقدار میانگینه. وقتی نمودار مستطیلی مربوط به فراوانی این داده ها بر حسب مقدار مقاومت رو رسم میکنیم، موضوعی که بهش اشاره کردیم بیشتر مشخص میشه. اگه چگالی احتمال فراوانی این مقاومت ها رو با یه نمودار پیوسته تقریب بزنیم، به چنین منحنی میرسیم که بهش میگیم منحنی نرمال. جالبه که بدونید متغیرهای طبیعی خیلی زیادی به صورت دقیق یا تقریبی از توزیع نرمال پیروی میکنن. مثلا وقتی IQ تعداد زیادی از افراد رو اندازه بگیریم، متوجه میشیم که مقدار IQ بیشتر این افراد در 2 سمت میانگین به صورت متقارن تجمع پیدا کرده. نوع توزیع داده حول میانگین مثل شکلی است که در سمت چپ مشاهده میکنید. قد مردان بزرگسال از یک نژاد هم توزیع نرمال داره، ولی با پارامترهای متفاوت. اما شاید قابل توجه ترین کاربرد توزیع نرمال که باعث شد توجه دانشمندانی مثل گوس به این پدیده جلب بشه، مشاهدات خطاهای اندازه‌گیری بود. زمانی که دانشمندان متوجه شدن خطاهای اندازه‌گیری در علوم مختلف مثل نجوم حول یک مقدار متوسط توزیع شده و خطاهای بزرگ کمتر رخ میدن. از اونجایی که گوس و سایر دانشمندان با مشاهده خطاهای اندازه‌گیری و ویژگی‌های طبیعی به توزیع نرمال پی بردن، این توزیع رو با نام‌های توزیع گوسی و توزیع طبیعی هم میشناسیم. و چون منحنی نرمال شکل زنگوله‌ای داره، بهش منحنی زنگوله‌ای هم میگن. در اینجا فرمول چگالی احتمال متغیر تصادفی X رو که از توزیع نرمال پیروی میکنه میبینیم. توزیع نرمال 2 پارامتر داره. پارامتر میانگین توزیع که اون رو با مو نمایش میدیم و انحراف معیار که با سیگما نشون میدیم. پس واریانس توزیع سیگما 2 هست. دامنه X کل اعداد حقیقیه. مو و سیگما اعدادی حقیقی هستند و سیگما بزرگتر از صفره. این توزیع در 2 سمت میانگین متقارنه. برای نشان دادن اینکه X دارای توزیع نرمال با پارامترهای مو و سیگما 2 هست، از نماد زیر استفاده میکنیم. همونطور که گفتیم، مقدار میانگین متغیر تصادفی X با توزیع نرمال برابر با مو و واریانسش برابر با سیگما 2. انحراف معیار هم برابر با سیگما هست. چون توزیع حول میانگین متقارنه و با توجه به شکل منحنی نرمال، واضحه که میانگین، مد و میانه هر متغیر تصادفی که از این توزیع پیروی میکنه بر هم منطبق هستند. الان چند تا نمودار نرمال با پارامترهای مختلف رو میبینیم که سطح زیر تمام این نمودارها برابر با 1 هست. میدونیم که مو یا میانگین پارامتر موقعیته و واریانس پارامتر مقیاسه. پس با تغییر میانگین نمودار منتقل میشه. اینجا نمودار زرد و قرمز واریانس یکسانی دارن، اما میانگین منحنی قرمز 1 هست و میانگین منحنی زرد 2 هست. پس شکل دو منحنی کاملا مشابه همدیگه است و فقط نسبت به همدیگه انتقال داده شدن.
از طرفی با وجود اینکه منحنی‌های آبی و سبز میانگین یکسانی دارن، چون منحنی آبی واریانس کمتری داره، فشرده‌تره و پراکندگی کمتری هم داره. الان یه ویژگی منحصر به فرد توزیع نرمال رو می‌بینیم. حدود 68% از توزیع احتمال متغیر تصادفی در فاصله یک انحراف معیار از دو طرف میانگین قرار داره. 95% از توزیع احتمال در فاصله دو انحراف معیار از میانگین و 99.7% از توزیع احتمال در فاصله 3 انحراف معیار از میانگین قرار داره. تابع چگالی احتمال یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال و پارامترهای 1 و 0.7 رو داریم. اگر ازش انتگرال بگیریم، تابع توزیع تجمعی احتمال تا x که به دست میاد به این صورت هست و میبینید که نیمی از توزیع احتمال قبل از نقطه میانگین و نصفش بعد از میانگینه. بیشترین مقداری که اختیار میکنه هم 1 هست، به طوری که از نقطه 3.8 که 4 انحراف معیار از میانگین فاصله داره، مقدار تابع توزیع تجمعی به عدد 1 خیلی نزدیک میشه و وقتی از میانگین دور میشیم، شیب نمودار توزیع تجمعی به 0 میل میکنه. حالا اگه نمودار توزیع تجمعی چند متغیر تصادفی با توزیع نرمال و با پارامترهای مختلف رو رسم کنیم، میبینیم که با کاهش واریانس شیب نمودار توزیع تجمعی بیشتر میشه و تجمع احتمالات حول نقطه میانگین افزایش پیدا میکنه. گاهی نیاز داریم با استفاده از تغییر متغیر داده هایی که داریم رو استاندارد کنیم. هدف از استانداردسازی تبدیل داده ها به یک مقیاس یکسان بدون تغییر در ماهیت توزیع است که موجب تحلیل و مقایسه آسانتر چند جامعه یا محاسبات سریعتر میشه. داده های مربوط به متغیر تصادفی x رو در نظر بگیرید که میانگین مو و انحراف معیار سیگما داره. برای استاندارد کردن این داده ها میانگینشون رو از همه اونها کم میکنیم و تقسیم بر انحراف معیارشون میکنیم تا متغیر تصادفی z به دست بیاد. چون میانگین که پارامتر موقعیت هست رو از x کم کردیم، میانگین z 0 میشه و چون x رو تقسیم بر انحراف معیار که پارامتر مقیاس هست کردیم، انحراف معیار z 1 میشه و داده های ما استاندارد میشن و میتونیم برای محاسبات هر مسئله با توزیع نرمال به جای استفاده از فرمول اول با تغییر متغیر داده ها رو استاندارد کنیم و سپس از جدولی تحت عنوان جدول نرمال استاندارد استفاده کنیم که این جدول مقدار تابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد در نقاط مختلف رو نشون میده. بیاین ببینیم که جدول نرمال استاندارد چطور میتونه حجم محاسبات لازم برای حل مسئله رو کاهش بده و باعث بشه که ما مجبور نباشیم از فرمول‌های پیچیده استفاده کنیم. فرض کنید متغیر تصادفی x که قصد بررسیشو داریم مقدار تبخیر از سطح آزاد دریاچه گوهر در لرستان و در طول تیر ماه باشه و از توزیع نرمال پیروی کنه. میانگین و انحراف معیار تبخیر شبانه روزی بر حسب میلیمتر به ترتیب 5.5 و 1.2 به دست اومده. اول میخوایم احتمال اینکه میزان تبخیر شبانه روزی کمتر از 7 میلیمتر باشه رو پیدا کنیم. از استاندارد سازی برای بیان این احتمال بر حسب متغیر تصادفی z با توزیع نرمال استاندارد استفاده میکنیم. با کمک جدول نرمال استاندارد میتونیم متوجه شیم که مقدار تابع توزیع تجمعی توی نقطه 1.25 حدود 89 صدمه. این مقدار برابر با احتمال تبخیر شبانه روزی کمتر از 7 میلیمتر در یک روز تیر ماهه. در بخش دوم سوال میخوایم احتمال تبخیر شبانه روزی بیشتر از 5 میلیمتر رو به دست بیاریم. میدونیم که این مقدار برابر با 1 منهای احتمال تبخیر کمتر از 5 میلیمتره. یعنی 1 منهای مقدار توزیع تجمعی نرمال استاندارد در نقطه منفی 42 صدم. طبق جدول در نقطه منفی 42 صدم مقدار تابع 337 هزارمه. پس 66% احتمال داره که مقدار تبخیر سطحی شبانه روزی در یک روز تیر ماه بیشتر از 5 میلیمتر باشه.
به همین ترتیب میتونیم احتمال تبخیر سطحی شبانه روزی بیشتر از 2 میلیمتر و کمتر از 5 میلیمتر رو با استانداردسازی و استفاده از جدول به دست بیاریم.